روزی روزگاری پادشاهی قدرتمند و توانا همراه با درباریانش دل به صحرا زد تا شکاری کند. در همان راه بود که چشمش به کنیزکی زیبا افتاد و همان یک نگاه کافی بود تا دل در گرو او ببازد و عاشق شود. شاه بیدرنگ پول فراوانی پرداخت و دخترک را از اربابش خرید. اما روزگار خوشی دیری نپایید. کنیزک بیمار شد و شاه را غمی بزرگ فرا گرفت. پادشاه دستور داد تا پزشکان ماهر را از گوشه و کنار کشور به دربار بیاورند. به آنها گفت: جان من به جان این کنیزک بسته است. اگر او درمان نشود من هم خواهم مرد. هر کس جانان مرا شفا دهد با طلا و مروارید فراوان پاداش میگیرد. پزشکان با غرور از دانش خود گفتند که جانبازی میکنند و با همفکری حتما او را درمان خواهند کرد. هر یک خود را مسیح شفادهنده‌ای میدانست، اما آنها در غرور علمی خود یادی از خدا نکردند. خدا نیز عجز و ناتوانیشان را به آنها نشان داد. هرچه کردند فایده‌ای نداشت. دخترک روز به روز لاغرتر میشد، همچون مویی باریک. داروها انگار اثری معکوس داشتند. شاه که از پزشکان ناامید شده بود با پای برهنه به مسجد شتافت. در محراب آنقدر گریست که از هوش رفت. وقتی به هوش آمد دعا کرد: ای خدای بخشنده، تو اسرار درون مرا میدانی. ای که همیشه پشتیبان ما بوده ای. ما باز هم اشتباه کردیم. شاه از اعماق جان دعا کرد و دریای لطف خداوند جوشید. در میان گریه به خواب رفت. در رؤیا پیرمردی نورانی و زیبا را دید که به او مژده داد خداوند دعایت را پذیرفته است. فردا مردی ناشناس به دربارت می آید. او پزشکی داناست. درمان هر دردی را می داند. صادق است و قدرت خدا در روح او جاری است. منتظر او باش. فردا صبح همزمان با طلوع خورشید شاه بر بالای قصر چشم به راه نشسته بود. ناگهان آن مرد دانای خوش سیما از دور پدیدار شد. چهره‌ای که شاه در رؤیای مسجد دیده بود اکنون در برابرش قرار داشت. شاه به استقبالش شتافت. اگرچه مردی غیبی و ناشناس بود، اما به طرز شگفت‌انگیزی آشنا به نظر می آمد. گویی جانشان یکی بود و سالها با هم آشنا بودند. شاه که از شادی در پوست نمی گنجید گفت: محبوب حقیقی من تو بوده ای، نه آن کنیزک. کنیزک تنها ابزاری برای رسیدن من به تو بوده است. آنگاه مهمان را بوسید و با احترام فراوان به بالای قصر برد. پس از پذیرایی شاه پزشک را نزد کنیزک برد و قصه بیماریش را باز گفت. پزشک دخترک را معاینه کرد و گفت: همه داروهای پزشکان قبلی بیفایده بوده و حال او را بدتر کرده است. آنها از حال دل دختر بیخبر بودند و فقط تنش را معالجه می کردند. پزشک بیماری را کشف کرده بود، اما رازش را به شاه نگفت. او فهمید که تن دخترک سالم است. این دل او بود که گرفتار شده بود. دخترک عاشق بود. پزشک به شاه گفت: خانه را خلوت کن، همه بیرون بروند، حتی خودت. میخواهم از او چیزهایی بپرسم. وقتی همه رفتند، حکیم نبض دختر را در دست گرفت و آرام پرسید: شهر تو کجاست؟ خویشان تو کیستند؟ او نام شهرها و مردمان مختلف را پرسید و نبض دختر آرام بود تا اینکه نام سمرقند به میان آمد. ناگهان نبض دختر تند شد و صورتش سرخ گشت. حکیم از محله های سمرقند پرسید. وقتی نام کوچه قاطفر را برد، نبض شدیدتر شد. پزشک فهمید دلبستگی دخترک در آنجاست. آنقدر پرسید تا به نام جوان زرگر در همان کوچه رسید. رنگ دخترک زرد شد. پزشک گفت: بیماریت را شناختم و به زودی درمانت میکنم، اما این راز را باید مانند دانه در دل حفظ کنی تا بروید و درخت شود. پزشک نزد شاه برگشت و او را از ماجرا آگاه کرد. گفت: چاره درد این دختر این است که آن جوان زرگر را از سمرقند به اینجا بیاوری.
با پول و طلا فریبش بده تا دختر با دیدن او بهتر شود. شاه 2 مرد کاردان را به سمرقند فرستاد. آنها زرگر را یافتند و زبان به ستایش گشودند که شهرت استادی تو همه جا پیچیده. شاهنشاه ما تو را برای خزانه‌داری و زرگری دربار انتخاب کرده است. این هدایا را پذیرفته و به دربار بیا. زرگر جوان فریب مال و مقام را خورد. شهر و خانواده‌اش را رها کرد و شادمان سوار بر اسب تیزپای عربی به راه افتاد. او غافل از این بود که این هدیه ها خونبهای اوست و شاه قصد کشتنش را دارد. وقتی به دربار رسید، پزشک و شاه او را بسیار گرامی داشتند و خزانه های طلا را به او سپردند. پزشک به شاه گفت: اکنون کنیزک را به این جوان بده تا بیماریش کاملا خوب شود. به دستور شاه کنیزک و جوان زرگر ازدواج کردند. 6 ماه در خوبی و خوشی گذشت تا حال دخترک کاملا خوب شد. آنگاه پزشک دارویی ساخت و به زرگر داد. جوان روز به روز ضعیفتر می شد. پس از 1 ماه آن زیبایی و شادابی از بین رفت. او زشت، زرد و مریض شد. همزمان عشق او نیز در دل دخترک سرد شد، چرا که عشقهایی که از پی رنگی بود عشق نبود، عاقبت ننگی بود. زرگر جوان که از 2 چشم خون می‌گریست فهمید که روی زیبایش دشمن جانش شده، مانند طاووس که پرهایش دشمن اوست یا آهو که برای نافه خوشبو خونش را می‌ریزند. نالید و گفت: ای شاه، مرا کشتی، اما بدان که این جهان کوه است و کار ما صدای اعمال ما دوباره به خودمان باز می گردد. این را گفت و لب فرو بست و جان داد. کنیزک از عشق او رها شد، زیرا عشق او عشق صورت بود و عشق بر چیزهای ناپایدار پایدار نمی ماند. عشق زنده عشقی پایدار است. عشق به معشوق حقیقی هر لحظه جان را تازه می کند. عشقی را باید برگزید که پیامبران و بزرگان از آن به والایی رسیدند.